فلسطینم تو را با خون نوشتند، با اشک مادران، با گریه کودکان، با آه یتیمان. چه سخت است کودکی به جای بازی صدای بم می شنود، و مادری به جای بوس فرزندش را او را کفن می کند. آه فلسطینم، تو زخمی هستی اما خاموش نه، تو غمگینی اما فراموش نه. وای بر این دنیا که خون طفل را دیده اما باز هم سکوت کردن. فلسطینم هنوز زنده است، اما با قلبی که هر روز میشکند. این کلمه به وصف مظلومین فلسطینی با صدای برکت الله حقانی.